السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا تبریک میگویم به این عید مبارک یتیمانی را که منتظر هستند تا نفر پدروار سر آنها را سیله کند و خرسندشان سازد. تبریک میگویم مادران جگر سوخته را که در فراق فرزندان دور از وطن چشم بچارند. تبریک میگویم خانم های را که به خاطر رضای الله این یک ماه را با صبر و تحمل روزه گرفتند و از ملامت هیچ ملامت کننده نهراسیدند. تبریک میگویم مهاجران مهنتی امان را که با وجود سنگین بودن کار و فعالیتشان امر الله را به جا آوردند. تبریک میگویم تمام مسلمانان محبوس را که با وجود نداشتن غذای مناسب خود را در قطار عفو شدگان رحمت الهی قرار دادند. تبریک میگویم تمام عالمان موحد را که در این ماه پربرکت مردم را از فضیلت و احکام این ماه مغفرت با خبر ساختند. در آخر همه شما عزیزان دل را به این عید سید فطر مبارکباد گفته از درگاه الله منان در خاندانتان امن و عافیت، پایبند بودن در شریعت غراء محمدی، ایمان کامل، قلب پاک، زبان ذاکر به ذکر الله، تن صحت و از جمله آنانی که الله پاک عفوشان کرد و از دوزخ آزادشان کرد و شایسته جنت خویش قرار داد گردانده باشد. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. الله مهربان از ما و شما عملهای صالحمان را خالص به خاطر رضای خودش قبول گردانده باشد. السلام علیکم و رحمت الله. كل عام وانتم بخير يا سل خير الوفي لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير.